ارزون ترین ماشین کنترلیمونه. و اینم گیرون ترین ماشین کنترلیمون. و اینجا که میبینید ما یه تا ماشین کنترلی داریم که دیگه اون هم ماشین کنترلی منه. تموم شد. برش من. بیا ببر. این چیزی از این نمون. برو مال خودت. خب ما اینجا الان 3 تا ماشین کنترلی داریم. خب که هر چیزی بگم. بله. انگار احساس می‌کنم دستشویی نشستیم. اشکال نداره. آره. ما 3 تا ماشین کنترلی داریم که از گرون تا ارزونه. و این یکی 70 میلیونه که قدرتش چقدره؟ این فکر کنم 120 تا سرعت داره. و تگ محور هم هست. آره این تگ محور. آره. این یکی ماشین کنترل وسطیمون 30 میلیونه و دو محوره. و یک چند کیلو میره؟ این 80 تا. 80 تا. و این یکی هم دو محوره ولی ته سرعتش 20 کیلومتر و اینم 5 میلیونه. و اینم دو دفعه سرعتش 120 کیلومتر. به این کوچیکیش دقت نکنید. همه اینا رو میکنه تو پاچش. ناکن. خب حالا قراره چیکار بکنیم امروز قراره بریم 4 تا مسابقه بدیم و تو این 4 تا مسابقه هر مسابقه به یک چیز و به یک نه خاصی محله خاصی خوب یا اول و هر کسی که بیشتر امتیازی بگیره برنده است و اون کسی که کمتر امتیازی بگیره مجازات بشه. حالا آخرش بهتون مگا. خب آقا اینو کی برداره الان؟ منم پولیش میکنیم ببینیم هر کی تک افتاد مال اون میشه. هر کی تک افتاد این قرمزه. آره گندهه. آره چند میلیونه. قلم پولو پلیچ. ها؟ قلم پولو پلیچ. چه؟ ما توی خر افتادیم. آقا این گندهه که مال این ما الان بس سری آبی بود. ما سنگ کاغذ یه دونه دیگه 3 تا نباشه. یه دونه آقا. سنگ کاغذ قیچی. یا با زاغل این با ما رسید. الان این اسکل با منه. آقا اصلا دست من میزنم روش. خب بریم اولین مسابقه هم. اولین مسابقه. به نظر تو مسابقه که قرار کورس بزنن با هم دیگه کدومشون برنده میشه؟ من مال تو. مال من وسطی است. اسمش که میدونی چیه؟ بهش میگن عمو کوچولو. من عمو بزرگم. آقا 2 دور قرار بزنیم آماده این؟ 2 دور؟ آره. این شارژش تموم میشه. 3 2 1 ماشین من برنده میشه. این یکی از بهترین ماشیناست. خب کجا معلوم میشه بهتره؟ اینو حالا برم تو پیست. این تو کوه میشه. اولین مسابقه مون رو آقای عادی امتیاز ما. مسابقه بعدیمون قدرت کششه. یعنی اون باید اینو بکشه. آره اون باید اینو بکشه. یعنی ماشین کنترل بکشه. حالا بذار اول اینو خالص میکشه. قدرت ماشین کنترل من چجوریه؟ Let's go. پس بعد یه نفر باشه فرمون رو هدایت کن. بشی پشتش رو هدایت کن. میخوام بکشم. آماده بعدی؟ برو let's go. آقا یه کاری چرا خود یوسف نشینه پشت اون با ماشین کنترل خودش راه ببره. بذار انجام بده. عجب ایده ای. بیا ولی میخوام فهم بدم سخته. چقدر استرس داره حاجی. فرمون کن. وقتی یه اسکول میخواد رانندگی کنه. اینو فهم بدم و اونو فهم. آقا این میشه درآمد قشنگ کسب کرده. ببری تو شهربازی‌ها قشنگ لذت ببری کیف کنی. کلی داره با یوتیوب کار میکنه. الان ماشین کنترل دیگه هم می‌خواستیم وصل کنیم دیدیم جای محکم نداره که می‌خوام به هم دیگه وصل کنیم و عملا این امتیاز رسید به این ماشین کنترلمون. این مسئله یک هیچ. من هیچ که عمو کوچیکی حالا بعد بعدا به دادت میرسه. بریم چالش بعد.
آقا من محله گودال، باید از این گودال خارج بشی. هر طور شده به نظرت کدوم از این سه تا میتونه؟ تو همین الان بگو. چون ماشین دفع عقب خیلی سخته ولی حالا تلاشمو میکنم. پس تو ناامیدی؟ آره. ولی من فکر می‌کنم من بیام بیرون. فکر می‌کنم این زورش برسه. عمو متوسطه میتونه بیاره. عمو بزرگ شاید نه. عمو کوچیکی هم میاد بالا. مهدی بریم پایین. شما میخوام بیای؟ ببرم. آقا سر یک دقیقه. واستا بیا کنار هم واسیم. از همین جلو بعد خارج. از اینجا؟ از اینجا؟ آره. بریم. 3 2 1 برو کنار چه؟ بزن من یک لگت به یوسف بزنم. نمیشه. تو برو خود ببر بالا. بذار من خودم برم به داد ماشینم برسم. لاستیک بشه نگاه کن چی؟ یک دقیقه تموم شد آباد این. چه صفت آشغال تو؟ برو کنار نمیشه راه دردوی ندارم. آقا تو بردی دیگه. آقا هادی برد. آقا این نمیره چرا؟ این امکانش بر. خب نگاه کنیم بچه‌ها، ما الان داریم ماشین کنترل با باتری ماشین داریم شارژ میکنیم. جناب آقای مهندس هادی نگاه با چه دستگاهی داره شارژ میشه. او مای گاد دیگه بعد می‌دونیم آماده میشه واسه چالش آخر. این ماشین کنترلی که می‌بینی قابش یکی باش نمیخوره یه دلیل داره. این قبلا تو یک تصادف شدید قابش ترکید. قابی نداشتیم یا قاب از یه ماشین کنترل دیگه گذاشتیم روش. ولی خیلی خوبه. اینجور نگاه کن، خنک کننده واسه موتورش داره. حالا اینا رو نگاه، این جالبش این سیستم فنرشه. نگاه این که اینجا نیستش، اینجاست. این خیلی جالبه. ببین اگه ایران خودرو سایپا یک کم از تکنولوژی این ماشین کنترلی استفاده میکردن شاید ماشیناشون خریدار بیشتری میداشت، کیفیت بهتری میداشت. حالا یه جالب ما نگفته بودیم بچه‌ها، ما از بس قدرت این ماشین کنترل بالاست لیمیت کرده بودیم. کار کرده بودیم؟ لیمیت سرعت گذاشته بودیم. نمیدونست همین هم اون یکی دیگه قطعا نصف. چیه گفتی؟ ای بابا ما روی ماشین کنترل لیمیت گذاشتم. لیمیت نمیدونی یعنی چی؟ انگار من ننم داشتیم میگفته لیمیت، بابام میگفته لیمیت، من روی این لیمیت گذاشتم. بعد این سان فرانسیسکوش از تو جزایر گینگرین بینگینگ اومده. خب داستان چیه؟ شما بیشتر توضیح بدید. در مورد اینه که ما روی ماشین کنترل لیمیت گذاشتیم چون البته سرعتشون بالا، کنترل کردنش سخته و باید که مهارت باید داشته باشه. اگه مهارت نداشته باشی و روش لیمیت نمیبود ماشین رو زده بودی به 10 جا ازش هیچی نمونده و من بدبخت شده بودم. یه دقیقه دهن تو ببند. الان مثلا مخاطب میاد تو اینو داره گوش میکنه، تو میگی لیمیت گذاشتیم، من مخاطب میگه خب لیمیت یعنی چی؟ لیمیت یعنی چی؟ خب لیمیت یعنی چی؟ یعنی محدود کردن سرعت. روش محدود کننده سرعت گذاشتیم بچه‌ها. پافیوز انگار تا 2 روز داشته چیز میکرده. خب بچه‌ها رسیدیم به مسابقه آخرمون. درگه از این ستون به اون ستون، از این ستون به اون ستون. آره آقا من الان 2 هم تو یکی اون هیچ. تو شانس داری اگه مسابقه بشه من چجوری 2 من برد زباله رفتم بالا که همون دیگه همون نه دیگه یکم اولش تو یک. نیسان بردارید ماشین رو بردارید. نیسان بریم آقا، قطعا من اول میشم. آماده این 3 2 1 انترم نمیگیرم. من شدم. آقای علی تو الان بازنده با این ماشین. بله به درک. آقا شما یه پارچه پیاده با هم ماشین بوده برید خونه. بچه‌ها ما بریم. خداحافظ. مردی تو چی میگی نظر دوام؟ من داداش گفتم یه بار، من حس اون بچه‌ایو دارم که میاد خونه طرف دست خراب بهش میده بازی کنه. حالا من یک دسته خراب بدم دستش بازی کنه، یک دسته خراب بدم بهش بازی کنه. بریم دیگه آقا. مرسی که بچه‌ها ویدیو تا آخر دیدین. در مهد سرویس تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا